در بخش برنامه‌های سرگذشت پیامبران رسید نوبت به قصه حضرت آدم علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، پیش از همه به خداوند شکر میگوییم و سپاس میگوییم که ما را به همین فرصت برساند و اینک همراه شما از آفرینش حضرت آدم علیه السلام صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، وقتی که خداوند حضرت آدم را آفرید، وی آدم را از خاکها برای چی خاک؟ از خاک، لیکن از خاکهای گوناگون. همه ما میدانیم که خاکهای گوناگون هست، خاک زرد هست، سرخ هست و خاکهای گوناگون هست در روی دنیا. و خداوند از هم خاکها گرفت و از آنها لای تیار کرد. وقتی که آب را آنجا همراه کرد، این خاکها به لای تبدیل یافتند. و این گوناگونی خاکها از چه خبر میدهد؟ گوناگونی خاکها از همان خبر میدهد که امروزها نسل حضرت آدم علیه السلام، یعنی که ما و شما و دیگرانی که پیش از ما بودند و آنهایی که بعد از ما می آیند، رنگهای گوناگون، رنگهای پوست گوناگون دارند، قوه گوناگون دارند، فهمش گوناگون دارند. و این از همان جا است که خداوند متعال وقتی که حضرت آدم را آفرید و از خاکهای گوناگون استفاده کرد. و این با اصطلاحی حاضر به زبانی که به همه ما فهمه است بگوییم، این همان گین ها است. یعنی که ما گین های گوناگون داریم و همین گین های ما احتمالیت زیاد دارد که به نسل های آینده ما بگذرد. و آندم حضرت خداوند وقتی که حضرت آدم را از لای آفریدنی شد، وقتی که وی لای را تیار کرد، خداوند حضرت آدم را یک دم گذاشت. یک چند وقت هم تو به صورت خاک، به صورت لای حضرت آدم بودند. و وقتی که حضرت آدم را خداوند آفرید، جثه حضرت آدم چقدر بود؟ یعنی که کلان بزرگی من حضرت آدم 60 فونت بود. یعنی که اگر با سانتی متر یا این که متر گردانیم، 1 فونت این 30 سانتی متر است. و در عموم معلوم شد که بزرگی حضرت آدم 18 متر بود. و شاید که آندم فونت هایی که حساب کرده شده بودند، آنها بسیارتر بودند. لیکن در زمان حاضر، در زمان ما و شما، 1 فونت این 30 سانتی متر است. و از همین جا میتوان خلاصه برآوری کرد که بزرگی حضرت آدم 18 متر بود. یعنی که قد حضرت آدم به 18 متر میرسید. باز وقتی که دیگر گفته است که خداوند میگوید که خداوند حضرت آدم را به شکل خود آفرید. یعنی که این بسیار گفته نازک است و برای فهمیدن این باید که بسیار احتیاط کرد. یعنی که خداوند آدم را به شکل خود آفرید. اگر از نصرانی ها پرسان شوید، از خریستیان ها پرسان شوید، آنها به شما جواب اشتباه میتیند و میگویند که یعنی که خداوند آدم را همچون خودش آفرید. نه، وقتی که اینجا گفته می شود که خداوند آدم را به شکل خود آفرید، اینجا پیش از فهمیدن این ما باید نگریم که انسان ها در زمان ما و شما چگونه پیدا می شوند. یعنی که آنها در بطن مادر مرحله های گوناگون را می گذارند و سپس تولد می شوند. بعد از تولد شدن بعد بزرگ می شوند. 1 سال، 2 سال، 3 سال می گذارد و بعد از مدتی معینه آنها یک انسان مکمل می شوند. لیکن اینجا وقتی که خداوند می گوید که آدم را به شکل خود آفرید، این همان معنی را دارد که یعنی که حضرت آدم علیه السلام الکی آدمی بزرگی بودند. وقتی که خداوند آفرید و جان داد، حضرت آدم الکی یک انسانی بزرگ بودند. یک انسانی که الکی همه چیز را میدانست،
نه به مانند آنه که ما کودک تولد می شود او را می آموزانید، نه، یعنی که خداوند آدم را به شکل مکملی که ما و شما می دانیم به همین شکل آفرید. یعنی که معنای این جمله به همین معنا است. و خداوند حضرت آدم را آفرید همچون حالا در شکل لای بودند و وقتی که خداوند حضرت آدم را گذاشت، شیطان وقتی که حضرت آدم را میدید الکی آدم فکر میکرد که من راضی نیستم، یعنی که او راضی نبود برای آنه که خداوند آدم را بیافرد، زیرا که تا زمانی که آدم آفریده شد در دنیا جنها بودند و شیطان نیز یکی از جنها بود و او از همه بالاترین آنها بود، یعنی که از همه بهترین آنها بود و او نمیخواست که کسی بیاید که بر زمین او را عوض کند. و وقتی که او حضرت آدم را مینگریست وی آنجا شکم را دید و دید که آن خالی است و همان دم در سرش فکری آمد در سرش و گفت که این را من اداره کرده میتونم. یعنی که هنگامی که دید که شکمی حضرت آدم خالی است و گفت که این انسان، این نفری که خداوند آفریده ایستاده است، او در یک جا نمی ایستد، او آرام نمی ایستد و من میتونم که این را اداره نمایم. و حالا آن دم حضرت آدم علیه السلام جان نداشتند، در شکل لای بودند و وقتی که شیطان این را گفت، گناه شیطان اینجا در چی بود؟ گناه شیطان آن دم فکر میکرد که وی خیلی یک آفریده خوبی خداوند است و همین فکر آنه که وقتی که مثال در حیات ما فکر میکنیم که ما خیلی انسان خوب هستیم و رفته رفته این به چی مبدل میگردد؟ وقتی که انسان فکر میکند که او به مانند یک فرشته است، انسان خوب است، این رفته به آن میرساند که ما خود را در مرتبه ها، در زینه های بلند میگذاریم و به دیگران نگاه پایینی میکنیم، یعنی که از بالا به دیگران مینگریم و دیگران در نزد ما هیچ چیز میشوند. همچنین بود با شیطان. او فکر میکرد که خیلی و خیلی آفریده خوب است و دیگر هیچ یک موجودات نیست که از او خوبتر باشد. و بعد از این وقتی که خداوند روح را، یعنی که با آدم علیه السلام جان را در آورد، جان اول از سر می در آمد، یعنی که از سری آدم علیه السلام، و اولین چیزی که جان گرفت این عقل بود، یعنی که عقل ما و شما. برای همین از همه چیزی اساسی در انسان این عقلش است. و هنگامی که خداوند به حضرت آدم جان میداد، اول از سر او می در آمد جان و اول عقل او صاحب جان شد. بعد آدم علیه السلام وقتی که چشمها را کشادند، وقتی که جان به چشمها آمد، چشمها کشاده شد و آدم علیه السلام میوه های بهشت را دیدند. در گرد و اطراف حضرت آدم علیه السلام میوه های بهشت را دیدند و این بهشت این جایی بود که حضرت آدم آنجا قرار داشتند و ما حالا آنجا نبودیم و نمیدانیم. و وقتی که جان از چشمها پایین تر فرامد و به بینی رسید، چیکار شد؟ حضرت آدم وقتی که بینیشان جان گرفت، آن دم عطسه زدند. یعنی که اولین کاری که کردند عطسه زدند و هنگامی که عطسه زدند، در حدیث آمده که فرشته به حضرت آدم علیه السلام گفت که شکر کن، به خداوند شکر کن.
و هنگامی که آدم علیه السلام عطسه زدند الحمدلله گفتند. پس از آنه که فرشته به حضرت آدم علیه السلام گفت که شکرانه خداوند را کن و همین الحمدلله گفتن وقتی که یک نفر عطسه میزند باید که الحمدلله بگوید از همان جا آمده به ما. و وقتی که جان پایین تر فرامد دهان جان گرفت گلو و وقتی که جان به دستها رسید حضرت آدم چیکار کردند؟ حضرت آدم دستها را دراز کردند لیکن حالا بدن آن کس پر جان نداشت، پایها جان نداشت، شکم جان نداشت. وقتی که دستها جان گرفت حضرت آدم علیه السلام دستها را دراز کردند. برای چی؟ برای آنکه میوه های بهشت را بگیرند. یعنی که دستها را به سوی میوه های بهشت دراز کردند و از همین جا خداوند متعال میگوید که انسان خیلی شتابکار است. و وقتی که پر حضرت آدم جان در آمد، پر حضرت آدم صاحب روح شدند، خداوند به فرشتگان چی گفت؟ خداوند به فرشته ها گفت که به او سجده کنید. و این فرمان خداوند برای فهمیدن پوره این فرمان خداوند نیست باید که خیلی احتیاطکار بود، زیرا آن سجده‌ای که فرشته ها به حضرت آدم علیه السلام کردند این معنای عبادت را نداشت. یعنی که آنها به آن خاطری که آدم علیه السلام را عبادت میکرده باشند سجده نکردند. این سجده معنای اعتراف کردن مرتبه حضرت آدم علیه السلام بود. یعنی که خداوند وقتی که آدم را آفرید او را در مرتبه بلند جای داد و به همان خاطر، تنها به خاطر که فرشتگان مرتبه بلند داشتهای مرتبه بلند بودن حضرت آدم را قبول نمایند، خداوند به آنها فرمان داد که به این آدم سجده کنید. و همان دم همه فرشتگان در نزد حضرت آدم سجده کردند غیر از ابلیس. ابلیس این همان شیطان است. غیر از شیطان دیگر همه فرشته ها سجده کردند. و شیطان سجده نکرد. این بار اول بود که گناه بر ضد خداوند عملی شد. یعنی چی گناه؟ شیطان خداوند را گوش نداد و از فرمان او اجرا نکرد و همین طور او گناهگار شد. و همه این با کدام خاطر بود؟ خداوند به شیطان سوال داد که تو برای چی به این سجده نمی کنی؟ بعدا شیطان گفت که آخر من از او بهتر هستم. تو مرا از آتش آفریدی، او باشد از خاک آفریده شده است. چگونه من باید که به او سجده کنم، من که از او بهتر هستم؟ و همین از چی بود؟ از متکبری. و آیا شما میدانید که متکبری چی است؟ شاید کسی گوید که متکبری این لباس های بزه پوشیدن، لباس های قیمت پوشیدن، بایگری، ماشین های قیمت. نه، من به شما میگویم که متکبری این نیست. زیرا در حدیث آمده که صحابگان از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسان شدند که یا رسول الله، ای پیامبری خدا، گفتند صلی الله علیه و سلم تو میگویی که متکبری نکنید ولی ما میخواهیم که چیزهای خوب پوشیده باشیم، چیزهای بزه بپوشیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که نه، متکبری این نیست. متکبری این انکار کردن حقیقت، یعنی که یک چیزی راست را قبول نکردن با بر ایوزی وی فکر خود را گفتن. یعنی که چیزی که حقیقت دارد آن را قبول نکردن، انکار کردن، این است متکبری. و ما نباید که
از همین جا باید که خلاصه برآوری کنیم و نباید که دیگران را از لباس، از ماشین، از آن بایگری که دارند بها بدهیم. این کاری ما نیست. خداوند بر این داناتر است. شما ببینید که شانه را ببینید. شانه را همه ما و شما میدانیم. همان شانه همه دندانهایش برابر است. و انسان ها نیز در نزد خداوند همین گونه اند. نابسته از آنه که تو لباس داری، لباس نداری، نابسته از آنه که چقدر مبلغ داری، نابسته از آنه که لباسی چگونه میپوشی، همه انسان ها در نزد خداوند به مثل همان شانه های شانه هستند. همه برابر است. و وقتی که خداوند آدم علیه السلام را نزد خود خواند و فرشته ها را نیز آدم دعوت کرد و وقتی که خداوند حضرت آدم علیه السلام را آفرید، خداوند به حضرت آدم همه اسمهای همه چیزها را آموخت. و وقتی که فرشتگان آمدند و حضرت آدم علیه السلام نیز آمدند، آنجا بسیار چیزهای آورده شده بود و خداوند از فرشتگان پرسان شد که اگر شما دانا هستید و میگویید که شما دانا هستید، پس نامهای این چیزها را به من بگویید. بعد فرشتگان گفتند که نه، ما نامهای این را نمیدانیم. خداوند بر اینها داناتر است. و آن دم خداوند به حضرت آدم علیه السلام بگفت که ای آدم، به این فرشتگان نامهای این چیزها را بگو. و آن دم حضرت آدم علیه السلام نامهای همان چیزها را به فرشتگان گفتند. زمانی که شیطان بر آدم علیه السلام سجده نکرد و خداوند را از فرمان خداوند گوش نکرد، او از خداوند وقت پرسیده بود. وقت پرسید و گفت که اگر گفت تو برای من اجازت بدهی که تا هنگامی که همه این تمام می شود روز جزا فرا می رسد، تا همان روز اگر به من وقت بدهی، گفت من کوشش میکنم که نسل های این آدم را همراه خود ببرم، آنها را گمراه بسازم، مگر آنهایی که راستکار هستند. یعنی که خداوند گفت که برو و چی کاری که میخواهی بکن. خداوند به شیطان تا روز قیامت وقت داد، لیکن نه همه انسان ها، آنهایی را که راست قول هستند، در راه راست هستند، آنها را شیطان نمیتواند که گمراه سازد. و بعداً خداوند وقتی که حضرت آدم در بهشت بودند همراه همسر خود ماما حوا، خداوند چی گفت؟ خداوند به حضرت آدم بگفت که تا آن دمی که تو در بهشت هستی و تو من بعضی چیزها لازم نیست، بعضی کارهای هست که کردن آنها برای تو لازم نیست، از جمله پوشیدن لباس. و خداوند با حضرت آدم علیه السلام درخت را نشان داد، گفت که از همین درخت باید که از میوه همین درخت استفاده نکنی و این برای تو منع کرده شده است، یعنی که ممکن نیست. و شیطان چنانه که وعده داده بود که او کوشش میکند انسان را گمراه سازد، با هر گونه فریب و نیرنگ‌های خود می آمد و روز وقتی که شیطان نزد حضرت آدم علیه السلام آمد، حضرت آدم شیطان را می دیدند، می شناختند و خداوند نیز تاکید کرده بود که از او دور باش و به فریب و نیرنگ او دادن نشو که این دشمنی تو است. و هنگامی که شیطان به حضرت آدم علیه السلام گفت که ای آدم، میخواهی که به تو از درخت خبر دهم، درخت را نشان دهم که وقت هنگامی که میوه او را تو بخوری تو هرگز نخواهی مرد. و این دم اشتباه حضرت آدم علیه السلام آن بود که
حضرت آدم در جواب سخن شیطان روی خود را به سوی او گرداندند. زیرا هنگامی که ما هر گونه چیزهایی که از شیطان است میشنویم یا اینکه میبینیم، باید که زود پناه بر خداوند بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم. و همین بود که به حضرت آدم علیه السلام به اشتباه راه دادند و همراه همسر خود ماما حوا از میوه آن درخت استفاده کردند و هنگامی که استفاده کردند از آن میوه ها، عورتهای آنها به همدیگر عیان شد. یعنی که تا آن دمی که آنها این میوه های این درخت را نخورده بودند، عورتهای آنها به یکدیگر عیان نبود، زیرا که خداوند گفته بود که تا آن دمی که تو در بهشت هستی برای تو لباس لازم نیست. و هنگامی که عورتهای آنها به آنها عیان شد، آنها زود از برگ‌های درخت‌هایی که در بهشت بودند میکندند و با آنها عورتهای خود را میپوشانیدند. و هنگامی که حضرت آدم علیه السلام به زمین آمدند، خداوند به حضرت آدم یکمین چیزی را که تا آن دم به کسی نآموخته بود به آدم علیه السلام آموخت. و این چی بود؟ و این همان توبه که ما و شما میدانیم، یعنی که استغفار، توبه کردن را آموخت. و از همین جاست که خداوند هنگامی که حضرت آدم علیه السلام با همسر خود توبه کردند، اشتباه خود را اعتراف کردند و توبه کردند، خداوند زود آنها را بخشید. دوستان عزیز، این بود کمی از حیات حضرت آدم علیه السلام و در بخش های آینده ما از حیات دیگر پیامبرانی که در قرآن اسمهای آنها ذکر شده باز برای شما مطلب پیشنهاد خواهیم کرد. شما میتوانید که نوارهای بیشتری ما را در یوتیوب کانال ما با نام برادر مسلم دریابید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی به گروه‌های ما پیوست شوید و به یار و دوستان نیز خبر دهید تا آنها نیز از این مطلب ها استفاده کنند. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.